سلام، من امیریوانم و این اولین ویدیوی چنل من. امیدوارم که خیلی خوشتون بیاد از ویدیوهای من و ممنون میشم از اینکه منو حمایت کنید. پس بزن بریم سراغ ادامه ویدیو. خب اه، ما قراره فیفا بزنیم قسمت کریر پلیرش و اینکه انگار مثلا ما بازیکن بارسلونای بی بودیم و از بارسای پایه رسیدی به بارسای اصلی. اولین فصلمونه که قرار تو بارسای اصلی بازی کنیم. اولین مسابقه ما در مقابل آرسناله و اینکه ما در بازی های پیش فصل قرار داریم. امیدوارم که بازی ها رو به ما بازی بده آقای مربی. بریم سراغش. بعد ما رو در دقیقه 59 قراره به جای لواندوفسکی بیاره تو زمین آقای ژاوی. و اینکه عرضم به خدمت شما که یکیچون از آرسنال جلوی به عنوان مهاجم نوک قرار ما رو بیاره که البته پست اصلی. بریم ببینیم چی کار میکنیم. فعلا یکی جلوییم از آرسنال در بازی های پیش فصل. بله و حالا اولین بازی ما برای بارسلونا قرار انجام بشه. خب ما اومدیم تو زمین و قرار اولین بازی اونو شروع کنیم. بله با فران تورس بالده دست بالده و چه شوتی میذاره فرانکی دیونگ. همین نیومده تو به پای ما نخورده بارسا گل دوم زد. دست بازی کنم ایوان اودگارد وسط زمین. بگیری تو به جان جدتون. جورجینیو خودش حالا امرومو فرانکی دیونگ پاس میده به عقب آراخو. اولین پاس توپی که به ما رسید چه حرکت زیبایی. آخ وای اصلا فکرشو نمی‌کردم این توپ به من برسه. زیرا چیکار کنم چرا اینجوری شد. ما دنبال توپیم ما همچنان که توپو بگیریم از بازیکن آرسنال. بازی پیش فصله و خب تا ببینیم چی میشه دیگه. اولین بازی ما رو با آقای ژاوی ما رو اولین بازی پیش فصل گذاشته که ببینه چه جوری عمل میکنیم. شوت شوت افتضاح. البته خب با بازیکن اوور 70 دیگه بهتر از این. آره فعلا مشکل نداره. اوکی خفه شو بابا. رون کریستیانسن آورد تو بازی. آقا پاس بده به ما باز دوباره بخواد تر بزن. بازی فعلا تو دست بازیکن آرسنال و آرسنال داره حمله میکنه. دوی چه عقبه ببرید یا چه وضعشه. آباد بازیکنای ما رو نگاه کن. خدا وکیلی یه توپ نمیتونن بگیرن. بابا بندا دیگه بندا. چندش نکبت. حرکت زیبایی. بله چه گلی. زیبایی هرچی تمام البته زیبایی نداشتش ولی خب چون من زدم زیبا. تموم شد. خیلی تأثیر گذار. اولین بازی ایوانه توی بازی پیش فصل. در واقع میدونیم ما قراره بازی های معمولی رو چه توپی سیو کرد. خب بگیریم از اینو. یونایتد هم که 3-2 دورتموند برده. ناپولی هم با فیورنتینا مساوی کرد. بهترین بازیکن زمینم ایوانه. باری کلا اش کردم با نیوکاسل. هم بازی داریم دقیقه 60 در واقع دارن ما رو به بازی میاره. آقای ژاوی عزیز و ما رو با لواندوفسکی تعویض کرد و اومدیم تو زمین. بازی 0-0 و چه پاس بدی داد عمو رومئو.
من چه وضعشه؟ بگیرین توپو. ماشاءالله پسر، ماشاءالله عالی بودی. بنداز بابا. اه 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 و توی دروازه. بازم فرانکی دیون بازی قبلم هنوز من اومدم بود گل زد. قرار فشار بخوریم دیگه. بازی آینده اگه ما رو بازی نده واقعا فشار بخوریم. نیوکاسل از آرسنال بهتر بازی میکنه واقعا. آرسنال هرچی خورد پیاپی خورد واقعا. آه یه حرکت زیبا، یه ضربه زیبا تر و اینه. بله اینه ایوان گل دوم تیمش رو میزنه. چقدر زیبا زد. مردخوری تا کی، تا کی. بارنز اون موقعیتی که بازی 2-1 بشه چقدر بد. بعد وای یه توپی گرفت ترشتگن. وای میرفت تو دروازه. حالا چه وای خدا، وای خدا، وای. آقا بازیکن اوور 70 واقعا اصلا سخته. لعنتی نامردی آقا. بازی 2-1. حالا بازی زیباتر خواهد شد. نیوکاسل به شدت حمله میکنه که بازی رو 2-2 مساوی کنه. و چه فراری، چقدر خوب، چه فراری کرد. و تو بشین سر جون. بشین عمو جون. حکم هم نمیتوانی. من اینجا. حالا کسی تو دروازه نیست، و توپی که وای از کنار دروازه توپ بیرون رفت. وای چرا باید این گل نشه. دفل امیر ترکوندیم آقا، ترکوندیم. لیورپول هم 2-1 فیورنتینا رو برده. دورتموند هم 2-1 هیچ. ناپولی رو برده. بارسایی که 6 امتیاز صدر جدول قرار داره. لیورپول دوم، آرسنال سوم، یونایتد چهارم و دورتموند پنجم. میریم سراغ بازی که فکر کنم اگه اشتباه نکنم با پورتو در لیگ قهرمانان هستش. خب اومدیم سراغ بازی با پورتو. قرار فیکس بازی کنیم تو این بازی. خب بریم سراغ بازی تو خونه پورتو برگزار میشه که امیدوارم تر نزنی تو خونه حریف. آقای طارمی هم فکر کنم پورتو داره بازی میکنه. طارمی هم پورتو فکر کنم، اشتباه نکنم. خوبی با پدری. چه حرکت زیبایی. وای گندگان طارمی نیستش. داشتم پایین میخوند اصلا حواسم بازی نبود. طارمی نیست تو این بازی. طارمی نبود. برای بگیرین دیگه بابا. گل میزنن الان دقیقه 13 فرشته. اینم از پورتو. قراره که جلو پورتو هم به به دو بازیه. ببینیم که هنوز اول بازیه. بازیکنان گرم نشد. پاهاش هنوز سرده. بابا قشنگ پاس بده خدا وکیلی. چه ضربه ایه. پاس.
جونم جونم بشین 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 من اینجام بشین بشین کاپیتان ایوان گل میزنه ایوان تک به تک آخ 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 بزن وای بزنیم بریم. حیف شد حیف شد تونست زودتر رو تموم کنه و اوه 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 اوه. نزدیک بود نزدیک بود چقدر خوب دور زد و چرا تو رد نشد خدا آفرین آفرین چی میشد میرفت پیش دروازه واقعا رفتیم نیمه دوم بابا توپه رو بگیر دیگه بیا جلو توپه رو بگیر یعنی هرسی که من خانم دستینو واقعا بارسا توی اصلا بازیکن نداره واقعا نمیفهم چرا واقعا این گل دومش کنسنسو او از بازیکن ما گافتره واقعا مسخره بازیه مسخره بازی به تمام معنا مسخره بازی به تمام معناست دقیقه 70 و ما هنوز یکی یکی بود اصلا واقعا نمیفهمم چه مرگشونه اینا چرا اینجوری دارن بازی میکنن واقعا قابل درک نیست برای من بازیکنان اصلا فشار وحشتناک دارن میخورن از دست اینا فشار وحشتناک جهت همین یک دونه رو گل کن بابا بارک دبل امیر مقابل پورتو تو لیگ قهرمانان به بازی که یکیچ عقب بودیم و حالا 75 پورتو عقب افتاد 2-1 از بارسا تو خونه خود پورتو اینه دبل میکنیم کاپیتان علی دردباری که سر مومنه تعمی به چرا تو پره کشیدی انداختی جلو چرا خب، واقعا چرا اصلا نمیفهمم بریم سراغ سریع بازی بعدی خب مقابل شاختار دونتسک قراره فیکس بازی کنیم تو خونه خودمون آخرین بازی که تو این ویدیو داریم و بعد از این بازی قراره بریم سراغ ویدیوی بعدی و بازی با رئال مادرید که قرار ال کلاسیکو تو بازی توی ویدیوی بعدی باشه بریم سراغ این بازی که آخرین بازی ویدیومونه ببینیم که تو لیگ قهرمانان بازم میتونیم ببریم و گل بزنیم از این بارسا واقعا فکر نمی کنم چیزی در بیاد تو این فصل لیگ قهرمانان باید ببینیم که آیا میشه برد
حرکت خوب. برو پسر، ماشاءالله پسر، ماشاءالله. تیرک. واو پسر، واو. خب بیرون با وسط تیرک. گلش. بذار اینقدر پرش کردم واقعا. باریکلا. خوب بارسا داره بازی میکنه که تو از دست دادم. تر زدم. تر. چه پاس خوبی. چه پاس. واو. میتونست پاس گل بشه ها، ولی خب خیلی بد زد. خیلی بد زد. بزن گل. باریکلا پسر، باریکلا پسر. چه پاس گلی. چه پاس گلی. پاس گلی. فورست. دقیقه 17. بابا دروازه این وره اسکل، باید به این ور گل بزن. تو آفساید کلا. عجب خری. بله حاله بارسا رو نگاه، خوشحالی میکنن. چه شوتی. چه فینس شاتی. حیف شد گل نشد. دوباره هواداری بارسا خوشحالی کنن. خیلی خوب بود واقعا حرکته. نگیره واقعا دوباره. گلی کاش توپه رو حداقل گرفته بود نگاه. آخ چه پاس بدی. بوندار. بوندار. خطا. خطا نگرفت خدایی. واسه چی؟ قشنگ قلم پر رو وسط بیسته کرد. امان از زندگی. این اولم به پایان رسید. خب این هم نتیجه آخرین بازی بارسا تو این ویدیو، که آخر ویدیو اولمون رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ممنون میشم که حمایتم کنین. دوستتون دارم. تا بعد. یادتون نره ویدیوی بعدی ال کلاسیکو.